بسم الله الرحمن الرحیم. تمرینات و آدرس هایی که در داخل کتاب احتمال خیلی زیاد در امتحانات خرداد نهایی 404 میخواد بیاد رو خدمتتون عرض می‌کنم. در سه فصل اول در مورد دایره هست. ما فصل اول یه زوایا رو داریم، اندازه زاویه معاطی و زاویه ضدی که برابر نصف کمان مقابله. قضیه بعدی که داریم رابطه بین زوایا هست که رابطه بین دو خط مماس، دو وتر متقاطع و یک مماس و یک وتر که خارج از دایره هم دیگر رو قطع میکنن. احتمالا یکی از این سه تا قضیه که الان خدمتتون عرض کردم تو امتحانات خواهد اومد. صفحه 17 کتاب یه تمرین شماره 4 و یه تمرین شماره 6 و شماره 7. یکی از این سه تمرین میتونه کاندیدای سوالات باشه. میریم درس دوم، رابطه طولی در دایره، یعنی وترهایی که در داخل دایره هم دیگر قطع می‌کنن. فصل اول درس اول در مورد زوایای بین این وترها بود. درس دوم در رابطه طولی هست، به خصوص اون قضیه صفحه 19 که از یک نقطه یک خط مماس و یک وتر رسم می‌کنیم که طول قطع مماس فاصله هندسی بین دو قطعه وتر است، میتونه کاندیدا سوال امتحانی باشه. و میریم تو فعالیت‌های رابطه اندازه طول مماس مشترک خارجی است که اینجا ممکنه سوال عددی ازش بدن و این سوال عددیش رو هم میتونیم در تمرین شماره 5 صفحه 23 داشته باشیم. موضوع بعدی درس سوم چند ضلعی معاطی و محیطیه که خیلی مهمه، به خصوص در مورد 4 ضلعی‌ها که اگر یک 4 ضلعی معاطی باشد مجموع زوایای مقابل 180 درجه است و اگر هم یک 4 ضلعی محیطی باشد مجموع از دو مقابل با هم برابره. از این سوال یک دونه اگه بخواد بیاد یا از خودش میاد یا از مثالهای عددیش میاد که مثالهای عددیش رو هم میتونیم در تمرینات صفحه 29 مشاهده بکنید که میتونه به خصوص سوال شماره 1 که اگر یک زودنقی معاطی باشه حتما متساویینه، این هم یه موضوع خیلی مهمیه. و سوال شماره 4 اگر یک زودنقی محیطی و معاطی باشه مساحتش گفت میانگین حسابی بین قاعده ها و این روابط بینشون ممکنه مطرح بشه. و یه موردی هم داریم که رابطه بین شعاعهای دایره‌های محاطی داخلی و محاطی خارجیه که یک بر روی آروم شعاع دایره محاطی داخلی یک مثلث میشه یک بر روی آر A بزاویه یک بر روی آر B و یک بر روی آر C. این هم میتونه سوال باشه یا رابطه عدد بهتون میدن میگن این شعاعها رو به دست بیارید. این از فصل اول بود. موفق و مؤید باشید.